درود بر شما عزیزان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من مهرداد هستم، مدیر تیم تحلیل و ترید مجموعه فارکسوری. امروز یک شنبه 8 مارس 2026 هستش. بچه امیدوارم که حال همتون خوب باشه. میدونم شرایط سختی رو داریم میگذرونیم، ولی من مطمئنم که بهترین اتفاقا برای ما مردم عزیز کشورمون میفته و براتون آرزوی سلامتی میکنم. خب بچه بریم سراغ مارکت. این هفته بچه به خاطر شرایط منطقه و اینکه خب من حالم از نظر جسمی اصلا خوب نبود، خیلی نتونستم پای مارکت باشم. فقط دو تا پوزیشن من به بچهای گروه دادم و اینکه متاسفانه به خاطر شرایط بدی که داشتم نتونستم لایو بگیرمش، فقط در حد اینکه بتونم بگم کی وارد چین کجا خارج چین. در همین حد تونستم در خدمتتون باشم، ولی خب از هفته آینده انشالله با قدرت دوباره مثل قبل ادامه میدیم. بچه این دوتا پوزیشن خیلی نکات مهم و آموزنده ای داره. پیشنهاد میکنم با دقت این ویدیو رو ببینین و چند بار ببینین، چون خیلی میتونه تو پوزیشن های آیندهتون بهتون کمک بکنه. و اینکه اینم اضافه کنم یه نکته خیلی آموزشی میخوام بهتون بگم آخر ویدیو که خیلی میتونه جلوی استاپ خوردنتون رو بگیره. پس پیشنهاد میکنم علاوه بر این که الان لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و نوتیفیکیشن رو روشن کنین که از آخرین تحلیل‌ها، لایف تریدها و آموزش‌های ما با خبر باشین. تا انتهای ویدیو همراه من باشین که چیزای خیلی ارزشمندی میخوام بهتون بگم. خب بچه‌ها، چارت USD JPY اگر خاطرتون باشه، ما موقعی که تحلیلش کردیم، من تحلیل چند روز قبل منو ببینین، قیمت اینجاها بود، توی رنج بود. خب که من گفتم که ما ترجیح من اینه که بیاد یه فلک بزنه از این ناحیه بریم بالا. درسته که گفتم اگر نزدم برای ما اهمیتی نداره، وارد نمیشیم دیگه، مشکلی نیست. اصلا ستاپ ما همین نیست. من فقط به خاطر تحلیل گفتم که فلک بزن و بریم بالا. این از این مسئله و این اتفاق افتاد. بریم جلوتر ببینین. ادامه ما اینجا بودیم، قیمت اومد اینجا. من گفتم ببینیم که اینجا ما چی کار میکنیم. ببینین بچه، ما NDS داریم کار میکنیم. NDS یعنی چی؟ NDS یعنی هندسه مارکت، یعنی اینکه ببینیم کجاها نقدینگی هست، کجاها مارکت میخواد واکنش اساسیشو نشون بده که ما بتونیم نسبت به اونا پوزیشن بگیریم. پس ما اینجا گفتیم که هیچ کاری نداریم با مارکت تا بر ما دستش رو بکنه. الان اینجا اومد چی کار کرد؟ میتونیم بگیم که ما یه رالی داشتیم، خب این دومی، این سومی. خب الان شما شاید بگین که مرداد چرا تو اینو گرفتی؟ این که سه تا ما لگ اومدیم بالا، این میتونست بیاد استاپ بزنه اینجا، مثلا میتونست بیاد بریزه هستن. خب ولی یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که بچه‌ها، قیمت میتونه همینجوری بره بالا. ببینید اینو فکر کنم قبلا هم گفتم، تو بچه تلگرام حتما بهشون گفتم. ولی تا زمانی که این زیرو نزده، یعنی اینجا رو نزده، ما هیچ نشونه ای از برگشت نخواهیم داشت. یعنی همینطوری میتونه بره هایولوهای بالاتر بزنه. خب وقتی بیاد این زیرو بزنه، اون موقع تازه ما میتونیم به فکر این باشیم که مارکت میتونه بریزه. چرا؟ چون این 1 و 2 بازی که اینجا میذاره برامون، ببینید این 1، این 2، دلیل بر این میشه که بیاد نقطه 3 رو تاچ بکنه. پس تا وقتی که ما 1 و 2 نداشته باشیم اینجا، مارکت دلیلی نداره بریزه. متوجه شدین؟ و از اونجایی که ستاپ ما بیشتر روی F2 تمرکز داریم، پس اینجا ما چی میبینیم؟ یه بار دیگه براتون بکشم که کامل براتون جا بیفته. پس ما اینجا میبینیم که قیمت هیچ چیز خاصی به ما نشون نداده. اینجا که اولیشو که ما اصلا کاری باش نداریم، میتونه هوک باشه اصلا. خب پس میبینیم که اینجا ما F1 داریم. اینجا تازه اون اتفاقی که ما میخواستیم رخ داده که بیاد این زیرو بزنه، بعد ما اینجا بهترین نقطه ورود رو پیدا بکنیم و دوره لانگ بشیم برای این سقف. درسته؟ تا اینجاشو میدونم بچه‌ای که خب تو کانال هستن انقدی با من همراه بودن که همه اینا رو یاد گرفتن، متوجه میشن که چی میگم. ولی برای بچه یوتیوب پیشنهاد میکنم این ویدیو رو چند بار ببینیم و اینکه حالا عضو کانال یوتیوب ما بشین، آموزش‌های بیشتر هم خواهید دید، اصلا نگران نباشید.
یه بحثی که بچه اینجا به وجود میاد اینه که مبحث فرکتال اینجا خودشو خیلی خوب نشون میده. ببینید ما درسته که میدونیم میخوایم بیایم این زیر، خب ولی نمیدونیم که این تا کجا میخواد بیاد پایین. درسته حالا من رو حساب تجربه آموزشی که دیدم این باکس رو من از قبل کشیده بودم، این باکسی که اینجا میبینید، خب ولی ما که نمیدونیم این چقدر میخواد بیاد پایین، یا اصلا این مسیری که داره میاد این تایم فریم 1 ساعته است. خب مسلما ما باید این تو یه چیزی پیدا بکنیم برای پوزیشن گرفتن دیگه. نمیتونیم وایسیم که این 1 ساعته این بیادیم پایین بعد تازه بیادیم بالا و خب میبینید شما 3 روز میگذره یه دونه پوزیشن هم نتونستیم بگیریم. اینجاست که بحث فرکتال حرف اولو میزنه. یعنی چی؟ ما توی 1 ساعته وقتی اینجا باشیم میدونیم که میخوایم بیایم پایین، پس تو تایم فریم پایین تر شورت هستیم. حالا من تایم رو میبرم پایین، میایم تو 5 دقیقه، چون این پوزیشنی که گرفتیم تو 5 دقیقه بودش. حالا الگوشو براتون میکشم کامل براتون جا میفته که من چرا اینجا سیگنال شورت دادم به بچه‌ها. اتفاقی که اینجا افتاده، ببینید ما اینجا هوک داشتیم، خب یه دونه فلگ زد اینجا رفت بالا، دوباره یه هوک، دوباره F2 فلگ دوم اومد بالاشو زد و یه فلگ ریزشی که من همیشه روش تاکید میکنم که بچه ها این به شما پول میرسونه، به قول معروف شما نونتون از این فلگ در میاد، که ما اینجا سیگنال شورت رو دادیم با استاپ همین بالا، چون استاپ نباید تاچ میشد. دلایلش حالا تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم بیشتر توضیح بدم، ولی خب تو گروه ما چون لایو با بچه‌ها میریم معمولا من همه اینا رو توضیح میدم که چرا نباید بخوره، چرا اینجا باید بخوره، حتما همه اینا رو توضیح میدم. خب پس وقتی که ما ورودمون اینجا باشه، اولین تیپیمون این زیره که باید بخوره، درست؟ و تارگتی که من براش در نظر داشتم 4 تا 15 دقیقه میکنم که بتونیم ببینیم این زیر بود، درست؟ ما از این زیر انتظار داشتیم لانگ بشیم به شرط اینکه اینجا تاچ نشه، درست؟ منتها من چرا پوزیشنمو اینجا نذاشتم؟ اینم کاشته بودیم و بچه‌ها من گفتم که بکارین چون اصلا تایمش به تایم ما نمیخورد، ولی خب چون مطمئن بودم و جی پی وای هم هست به خاطر همین مشکلی نداشت اینو بخوایم مفصل بکاریم. معمولا من نمیکارم پوزیشنو، ولی خب یه وقتای استثنایی هم داریم. من اینجا چرا نکاشتم؟ چون ریسک ریواردم اصلا نمیخوند. میبینین 1 به 2 هم نمیداد و این باکس و این گپی که ما اینجا داشتیم من گفتم که این باید بیاد این سطح رو تاچ بکنه. اگر نکرد برگشت رفت والا برای من اهمیتی نداره، خب فوقش نمیگیرم دیگه، پولم تو جیبمه، ضرر که نکردم. ولی موقعی من پوزیشن میگیرم که برام به صرفه باشه، بدونم که بهم یه سودی میخواد بده، اون سودی که مد نظرمه با پلن مدیریت سرمایه‌ام جور در میاد اونو به من بده، من موقع حاضرم ریسک بکنم. پس نتیجتا پوزیشنی که ما کاشته بودیم اینجا بود. این بچه پوزیشن شد تو 5 دقیقه که ما میگفتیم برسه خودشو قیمت برسونه به این ناحیه و رسوند. اینجا من خروجی که داده بودم به بچه ها اینجا بوده، بچه ها سیف که میگفتم اینجا حتما میخوره، اینجا اکثرا اومده بودم بیرون. اونایی که حالا ریسک پذیریشون بیشتره و حالا بیدارن پای مارکتن دیگه مدیریت کردن تا این ناحیه. اونو من خیلی در جریان نیستم، بچه خودشون میدونن، ولی من اینجا تیپی اصلیمون اینجا بوده. این از این. خب اینجا که وقتی پروندهش بسته میشه تو تایم فریم 5 دقیقه 15 دقیقه که بسته شد، حالا میایم تو تایم فریم اصلیمون که میگیم خب آقا مگه ما لانگ نیستیم؟ خب اینجا هم که کار اداریشو کرده، خب پس اینجا باید بریم بالا دیگه. یادتونه این ناحیه رو من کی بهتون گفتم؟ اینو مخصوصا این تیکرم من اینجا پاک نکردم که قیمت اینجا بود. ببینیم قیمت اینجا بود، من گفتم ما باید بریم اینجا رو بزنیم. خب من که علم غیب ندارم که، من هندسه مارکت رو میشناسم. NDS به من میگه که آقا ما باید بیایم این بالا، باید اینجا رو بزنیم، اینجا رو هم میزنیم. خب ولی اولویتمون اصلیش اینجا بود که خورد، درست؟ پس ما پیشگویی نمی کنیم بچه، ما رو حساب دیتا
صحبت میکنیم اینجا. یعنی هر صحبتی که میکنیم، هر استاپی که بخوریم، هر تیپی که بخوریم، هر اتفاقی که بیفته، ما رو دیتا داریم صحبت میکنیم، نه روی نمیدونم خط روند، روی فیبوناچی، نمیدونم روی پرایس اکشن، یا مثلا نمیدونم کندل استیک بیام بگم که این کندل اینجوری شد، دوجی زد و تایید داد و این نمیگم اونا بده ها، اصلا کاری با درست و غلطیش ندارم. سبکی که من دارم کار میکنم سبکیه که دیتا به من میگه که ما باید بریم این نقطه رو تاچ بکنیم. حالا چی و چه جوری میخوایم بریم و کی میخوایم بریم، یه سری دیتا هایی هست مثل مولتی تایم فریم، مثل سیمتریا و که اینا همش تو آموزش هست، کامل یاد میگیریم. اینا به ما میگه که چه تصمیمی بگیریم. پس تا اینجای مارکت ما میدونستیم که میخوایم بریم این بالا، پس نتیجتا ما اینجا لانگ بودیم و وقتی قیمت میرسه به این ناحیه و ما این فلگ اینجا رو میبینیم، بعد مارکت رو لانگ کنیم با استاپ این زیر دیگه، بعد بیایم این سقف رو بزنیم که زدیم. اینجا من چرا خروج دادم؟ گفتم تیپی اینجا بچه خروج کنین. چرا؟ بخاطر که جمعه بود، تا اینکه آخر هفته است و با شرایطی که الان کل دنیا درگیرش هست، میتونه که مارکت الان دوشنبه یعنی فردا که باز بشه اصلا یه دفعه اینجا با گپ باز بشه. یعنی نه تنها شما پوزیشنی که با سود تیپیتون رو داده ازش نیومدین بیرون، با یه استاپ یعنی 2 برابر استاپی که گذاشته بودین در پوزیشن خارج بشین. حتی اینجا اگه ریسک فری هم بکنین بچه، توی سه شرایط خاص مارکت وقتی با گپ باز میشه استاپتون فعال نمیشه، یعنی شما همون ضرره رو میکنین و هیچ بروکری هم گردن نمیگیره متاسفانه. پس بهترین راه این بود که ما همینجا از پوزیشن خروج بکنیم. این بحث این بود که مولتی تایم فریم بچه چقدر اهمیت داره و اینکه وقتی شما مسلط بشین به این مسئله خیلی راحت میتونین توی مارکت ورود و خروج بکنین و اینم نیاز به تمرین زیاد داره. شما اگه من 1 ساعته رو یا 4 ساعته رو فرق نمیکنه بذارم جلوتون بگم این تو چی پیدا میکنی، واقعا شاید یه سریاتون نتونین ببینین اصلا این چیزی که تا قبل از اینکه من بگم اینجا چیکار کردیم. راحت نیست، نیاز به زمان زیادی داره، نیاز به چشم گذاشتن داره به قول معروف، اینکه ساعت ها بشینین پای مارکت، ویدیوهای آموزشی رو ساعت ها نگاه کنین، تمرین کنین، اون چیزی که میبینین رو برین تو چارت پیدا بکنین. من خودم یه زمانی وقتی آموزش ها رو که میدیدم یا مثلا جزوه رو میخوندم خیلی اوکی بودم، همه رو میگفتم ای چقدر خوب، مثلا اینجا 1 2 3 کرده، اینجا فلک زده، اینجا این اتفاق افتاده و چقدر راحته. بعد همونو میومدم تو چارت اصلا پیدا نمیکردم، میگفتم چرا مثلا فلانی تو چارت نشون میده خیلی اوکیه، خیلی راحته، ولی وقتی خودم میرم نگاه بکنم اصلا پیدا نمیکنم، نه فلک پیدا میکنم، نه سیمتریا رو میتونم در بیارم، نه فرکتال که نگاه میکنم که اصلا کلا مغزم میسوزه. اینا طبیعیه، اینا رو بهتون دارم میگم که اصلا استرس نگیرین، اینا یه چیز عادیه که همش به مرور زمان ملکه ذهنتون میشه. بچه این تا اینجا یه مسئله آموزشی که بهتون گفتم خیلی کمک میکنه، بحث فلگه. من یه بخشی از فلگ رو بهتون توضیح میدم که اصلا فلگ چیه، چی کار میکنه، چرا ما اصلا تو فلگ وارد میشیم. ببینین قیمت وقتی که میریزه، ببین همین الگویی که ما بیشتر کار میکنیم، خب وقتی میاد این بالا رو میزنه، خود این هم فلگه ها، خب حالا توضیح میدم بعد. وقتی این بالا رو میزنه خیلی وقتا قیمت دوباره میریزه. خب وقتی اینجوری میشه خب ما کاری باهاش نداریم، چون ما فلگ نمیبینیم، فلگ ریزشی. فلگ ریزشی یعنی چی؟ ببینین وقتی این اتفاق میفته قیمت شروع میکنه به ریختن، خب یعنی اینجا یه سری سلرز میان تو، اصطلاحا هم بهش میگن سلرز مووینگ این، خب یعنی سلرزا اومدن تو. خب مارکت میکر میاد چیکار میکنه؟ میگه که خب اینا که اومدن تو یه سریشون با تاییدیه کندلی میان تو دیگه، اکثرا اینجوری میان تو. مثلا یه طرف یه دوجی کندل فول بادی بعدش میبینه و میگه خب مارکت تایید داد به من، استاپو میذارم این پشت و باش میام پایین. اکثرا این کارو میکنن. ولی مارکت میاد چیکار میکنه؟ میبینه خب سلرزا اومدن تو، میاد اینجا یه لو والیوم اسپایک میزنه، اصطلاحا همون فلگ خودمون، همه استاپا رو جمع میکنه، نقدینگی ها رو جمع میکنه و بعد ریزش میکنه. یعنی دقیقاً اون جایی که
همه استاپ گذاشتن، استاپا رو میزنه و یه جوری هم با یه کندل پرقدرتی میاد بالا که همه اصلا وحشت میکنن وارد پوزیشن سل بشن. خب اینجا دقیقاً اون جاییه که ما وارد میشیم. تازه NDS این رو به ما یاد میده. چرا من همیشه میگم که ما رو نقدینگی بازار، ایجاد نقدینگی بازار فوکوس داریم؟ به خاطر همین مسئله است. جایی که هم استاپ میخورم ما ورود میکنیم. این کاربرد فلگه. به خاطر همینه که من به بچه‌ها میگم آقا تا ندیدین فلگو وارد نشین. الان این پوزیشن 5 دقیقه خودمون رو ببینیم. نگاه کنین. قیمت اومد اینجا. اسخای میکنم. ببینین این فلگو ببینین اینجا. خب این بالا رو زد. خیلی اومدن تو پوزیشن و گفتن که میریزه. اینجا هم ستاپشون اینجوری گذاشتن دیگه و کار درستی هم کردن ها. اصلا استاپو گذاشتن این بالا که بریزه. خب بعد وقتی این که میاد این پایین، خیلی استاپو میارن اینجا دیگه، میان این بالا یا ریسک فری میکنن. درسته؟ قیمت اومد چیکار کرد؟ همه رو از پوزیشن انداخت بیرون با این حرکت. همه رو انداخت بیرون. و یا طرف اومده، به خاطر همین میگفتم ببینین کندل رو ببینین، تایید ببینین چجوری بهتون. این کندل دوجی رو میبینین، این پین بار رو میبینین و این کندل فول بادی. این یعنی تایید دیگه. شما میتونید اینجا بعد از بسته شدن کندل، اینا که کلاسیک کار میکنن اینجا سل میگیرن، استاپ هم میزنن این پشت و میرن تو پوزیشن و خیلی راحت میاد استاپشون رو میزنه مارکت. اصلا کار مارکت میکر همینه. میبینین چقدر ساده است. حالا ما اینجا چی کار میکنیم؟ ما میگیم که آقا این اومد این بالا رو زد، ما میگیم خب میخواد بریزه. اوکی. یک بار دیگه بعد این بالا بخوره. حالا یا میاد با این میخوره یا میاد پایینتر دوباره میاد این بالا رو میزنه یا میخوره. فرقی نمیکنه. این حتی اومد اینجا من سل ندادم به بچه‌ها. گفتم بچه‌ها این بالا باید بخوره. این نخوره یعنی استاپا جمع نشده، نقدینگی که میخواد مارکت جمع نکرده، نمیریزه. وایسادیم دقیقاً اینجا با استاپ این بالا گرفتیم. حالا من خیلی هم به کندلستیک خیلی کاری ندارم، چون NDS به ما اون ناحیه‌ای که بعد ورود بکنیم رو میده، ولی میتونین کمک بگیرین. اونایی که تسلط دارن روی کندلا، شناخت دارن، میتونن کمک بگیرن، یه تاییدیایی هم بگیرن. نمیگم کار نمیکنه، کارم میکنه، خوبم کار میکنه. تو من خودم خیلی معتقد نیستم. من اونجایی که برام به صرفه باشه میگیرم، چون خیلی وقت شده اصلا تایید نمیده و میریزه یا میره بالا. به خاطر من خودم خیلی کاری ندارم، ولی خب نمیگم هم چیز بدی. پس میبینید اینجا چجوری فلک کار کرده و اینجا ببینین. اینجا خیلی هم میخواستن بای بگیرن، گفتن که آقا ما این سطح مقاومت ما، درسته؟ خب اینجا من فکر کردم قیمت رفته بالا، مثلا دارم میگم حالا رو چه حسابی اینجا بخوام بای بگیرن کاری ندارم. خب میگن تا ما این زیر نخوره قیمت میره بالا. برفرض قیمت من اینجا چی کار کرد؟ اینه که میگم نقدینگی باید جمع کنه. ببینید اومده اینجا. خب اینجا همه وارد شدن، اینجا بایرها اومدن تو، بایرز مووینگ این اومدن تو. خب بعد یه دفعه مارکت ریخت، همه استاپا رو جمع کرد، شروع کرد رفت بالاتر. 15 دقیقه رو ببینیم. میبینید تو 15 دقیقه خیلی خوشگل داره خودشو نشون میده. اینو میبینید. ببینید خیلی اینجا گفتن این سطح مقاومتی ما دیگه. اینجا بایرها اومدن تو. ببینید اینجا داره بازی میکنه، یه دفعه اسپایک کرد پایین. این میشه همون فلک. یعنی شما اینو دیدین تو ناحیه‌ای که باید منتظرین که لانگ بشین، شما اینو دیدین کار تمومه. لانگو بگیریم با آخرین کفی که هست. خیلی راحت. یعنی چیزی که شما اگه شناخت داشته باشین از حرکت مارکت و مارکت میکر، این جلوی خیلی از استاپاتون رو میگیره بچه. حالا چند تا نکته دیگه هست راجع به فلک که تو ویدیوی بعدی توضیح میدم. خیلی نمیخوام این ویدیو طولانی بشه. بازم بچه بهتون یادآوری کنم که کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید. مطمئن باشین چیزایی که تو این کانال، مطلب هایی که تو این کانال میشنوین کمتر جایی میبینین. یعنی
مطمئنم 99% نمیدونی که من در راجع به چه مسائلی صحبت میکنم. خاطر همین حتما کانال ما رو دنبال کنین. ممنونم که تا اینجای کار همراه ما بودین. براتون آرزوی بهترین معاملات رو میکنم و همیشه پرسود باشین. قربان شما، خدا نگهدار.